از ایران تا کره جنوبی قرار کل مسیرم از تهران تا فرودگاه اینچون رو با همدیگه باشیم. اینجا قسمت ورودی پروازهای خروجی فرودگاه امام هست که خب برای خروج از کشور باید از این در بریم تو و اینجا شما با یک صف بسیار طولانی مواجه میشین که من اینو فقط تو فرودگاه ایران دیدم. یعنی قبل از اینکه شما به اون قسمت چکین برسین، یعنی جایی که باید کارت پرواز و اینا رو بگیرین، باید اول از این صف رد بشین، از این دیوار رد بشین و وارد قسمت چکین و گرفتن کارت پرواز بشین. مامان بابام تو صفن، راستشو بخواین ما از قسمت پارکینگ وارد فرودگاه شدیم، ولی خب جهت نمادین بودن من رفتم طبقه اول و از در ورودی وارد فرودگاه شدم که شما ببینید. بچه ها اینجا ما اجازه نداشتیم فیلم برداری کنیم، یعنی گوشی ها رو از همون گرفته بودم، پس میریم بعد دیوار رو ببینیم. خب از این دیواره که رد شدیم شما باید بیاین قسمت چکین پرواز خودتون رو پیدا کنید. من پرواز قطر بودم. خب اونجا میبینید دیگه نوشته پرواز قطر این ساعت، اینجا چکینشونه. چکی یعنی شما مشخصات شما رو چک میکنن، کارت پرواز اون بلیط رو بهتون میدن، بار رو وزن میکنن. این همینجا هست که شما بار رو تحویل میدین و خب اینجا هم باید تو صف وایس. کل فرودگاه شما فقط تو صفین. کاش اسم ولاگو میذاشتم در صف. خب اینجا ما بالاخره رسیدیم و داره مشخصات من رو چک میکنه. اینجا بار رو وزن میکنیم و همچنین میبینه که شما آیا اجازه ورود به اون کشور که میخوایم برین دارین یا نه. همه مدارکتون اینجا چک میشه. خدا رو شکر من اضافه بار اصلا نداشتم. سعی کنید که اضافه بار نداشته باشید چون هزینه‌اش خورده خیلی زیاده. حالا سعی میکنم توی ویدیوهای بعدی نکاتی در رابطه با بستن چمدون و اینکه چجوری اضافه بار نخوریم بهتون بگم. اینجا بوفه فرودگاه رو مشاهده میکنید، چیز خاصی نداره. یه صف دیگه تموم شدنی نیست. اینجا صف گذرنامه است و متاسفانه خانواده‌تون، دوستاتون، حالا همراهتون که تا فرودگاه اومده فقط تا اینجا میتونن باهاتون باشن و بعد از اینجا دیگه فقط مسافرها هستن. بعد از اینکه شما از صف رد بشین یه سری باجه ها وجود داره که اگر برای دلار دولتی ثبت نام کرده باشین اینجا میتونید دلارتون رو تحویل بگیرید. بعد از گذرنامه یه خورده ظاهر فرودگاه خیلی تغییر میکنه. اینجا کلا از فروشگاه های وسایل سنتی، خوراکی های سنتی ایرانی هست برای سوغاتی و اینجور چیزا و این قسمت خب مسافرهایی هستن که منتظر پروازشونن. اینجا هم ما یه ایست بازرسی دیگه داریم که به قسمت گیت ها برسیم، گیت های پرواز، که خب اونجا هم اجازه فیلم برداری نداشتیم. اینجا بعد از همون ایست بازرسی است شما باید اینجا منتظر پرواز باشین و منتظر باشین که گیت باز بشه و منم میبینید دیگه حوصله‌ام سر رفته، موهامم اینجا بد وایستاده، نگاه کن درگیرم باهاش اصلا. خب چه کاریه؟ خب چرا چتری زدی؟ نگاه کن میکشه. بچه من خیلی تجربه ضبط ولاگ ندارم، یوتیوبم ببینید مشخصه، واسه همین دیگه ببخشید دیگه به بزرگواری خودتون. حالا سعی میکنم که ولاگ ها رو خیلی بهتر و با کیفیت بیشتری ضبط بکنم. تموم چرا نمیشه این مسخره بازیت؟ میخوام برم بقیه ویدیو رو توضیح بدم. ول کن. اون صدای آقای بوم میمد میخندید بعد خنده من. باشه برو، خداحافظ. جدی دارم میرم. من شارژ گوشیم تموم شده بود چون خب یه خورده زود رسیدیم فرودگاه و من خیلی منتظر بودم تا گیت باز بشه. گفتم یه دوتا ویدیو خوشگلم اینجا از خودم بگیرم. اینجا گوشیم هم همزمان تو شارژ بود و داشت ازم فیلم میگرفت.
막힐 듯한 우리의 추억이 밀려오곤 해 I've been thinking about you رو بلیط شماره گیت نوشته من گیت 14 هم، پس باید از گیت 14 وارد هواپیما بشم. همونطور که میبینید دوباره باید تو صف وایستین، خیلی صفاش طولانیه و بعدش هم شما یک مسیر بسیار طولانی تر دارید برای رسیدن به ورودی هواپیما. به خاطر همین یادتون باشه که واسه پرواز همیشه کفش راحت و لباس راحت داشته باشید. محیط هواپیما رو مشاهده میکنید. این پرواز اوله از تهران تا قطر و بچه‌ها مهمترین چیز کارت پرواز و پاسپورت شما هست که اینو تو پرواز گم کنی بیچاره ای. واسه هم ببینید من تا نشستم اولین کاری که میکنم کارت پرواز و پاسپورت رو میذارم تو کیفم که مطمئن باشم اینو قرار نیست گم کنم. واقعا بیچاره میشید گم کنید کارت پرواز و پاسپورتتون رو. این پرواز تهران به قطر هست و حدوداً 2 ساعت یا 2 ساعت و نیم طول کشید. این پتوها و بالشته و وسایلی هست که خود فرودگاه بهتون میده. توی پروازهای طولانی واقعا کاربردی هستن. اینجا لحظه بلند شدن هواپیما از خاک ایران هست. موفق شدم ضبطش کنم. من هی میخواستم فیلم بگیرم، هی هواپیما دور میزد. بلند شد دیگه، من دارم ولاگ ضبط میکنم. اینجا دیگه شروع کردم فیلم ببینم تا به قطر برسیم و میریم سراغ اولین غذای هواپیما. بد نبود غذاش، ولی من به شخص دسرش رو خیلی دوست داشتم. نمیدونم اسمش هم چی بود ولی خیلی خوشمزه بود. غذاش رو دوست نداشتم خیلی، از یادم هم نمیاد چی بود. خب ما به قطر رسیدیم و اینجا سخت ترین قسمت سفر همینه که همه مسافرها بلند میشن، از اون قفسهای بالا سر باید اون ساک دستی تو برداری، لباستو جمع کنی بپوشی و از این هواپیما خارج بشی. خیلی کار طولانی و سختیه اما خب موفق شدیم دیگه، رد شدیم. وقتی از اینجا پیاده میشیم شما اجازه خروج از فرودگاه رو ندارید، باید تا هم محیط فرودگاه بمونین و اینجا باید بگردین دنبال گیت بعدیتون که اون رو بلیت ننوشته و معمولا روی تابلوهای تو همون فرودگاه می نویسن که پرواز فلان گیت فلان و بگردین دنبالش. اینجا من اومدم لباسم رو عوض کردم، یه لباس دیگه پوشیدم و بچه باز هم تاکید میکنم که توی سفرهای هوایی مخصوصا انقدر طولانی به فکر تیپ زدن نباشید، به فکر اون لباس راحتتون باشید، چون خیلی تو صف قراره وایسین، خیلی قراره راه برین و اگر لباستون اذیت کننده باشه شما خیلی اذیت میشین و خیلی خسته تر از حالت عادی خواهید شد. خب این فرودگاه قطر هست که مشاهده میکنید، خیلی بزرگ بود و خیلی خوشگل بود، خیلی فروشگاه مختلف داشت، غذاهای خوشمزه داشت و شما میتونید اون تایم بین 2 تا پرواز رو که حالا توی هر پرواز متفاوت هست رو اینجا بگردین. این همون تابلوهایی که بهتون گفتم. به ساعت پروازتون که نزدیک بشین روی این تابلوها شماره گیتی که باید برین رو نوشته. گیت من 37 بود، پس از روی این تابلوها میرم سراغ گیت 37 و بگم 37 نمیدونم، حالا 37 هم بگردیم پیدا کنید هرچی نوشته دیگه. خب همونطور که مشاهده میکنید من اینو پیدا کردم و الان میپرسین چه اتفاق میفته؟ دوباره میایم تو صف. شما باید دوباره اینجا تو صف وایستین، بلیتتون رو نشون میدین، کارت پرواز، چون بچه پروازاتون 2 تا بهتون میدن، یکی فرودگاه ایران تو سر گیت نشون میدین، یه دونه هم سر گیت حالا فرودگاه قطر اگه با پرواز قطر اومده باشین. پرواز دیگه هم خب همینه، تفاوت خاصی نداره. همطور که میبینید نوشته پرواز سئول اینچون و چرا صفحه تموم نمیشه؟ آره اینجا نوشته سئول اینچون، اون اینچون فرودگاه اینچون هست.
خب اینجا اما دوباره راه میریم و به هواپیمای بعدی میرسیم. خب این هواپیمای دومه، چون پروازش طولانی تره یه خورده هواپیماش هم بزرگتره، مسافرها هم خب خیلی نسبت به هواپیمای قبلی تعدادشون بیشتر هست. من تو این پرواز یکم فیلم دیدم ولی بیشترش رو خواب بودم، به خاطر اینکه پرواز به شدت طولانی هست و منم از قبل 24 ساعت از قصد نخوابیدم که مطمئن بشم تو هواپیما خوابم میبره، چون معمولا تو اتوبوس هواپیما نمیخوابم. اینجا که میبینید نورانی قرمز شده، دارن پذیرایی میکنن و از نور قرمز استفاده میکنن که حالا چشم مسافرها که شاید خوابیدن اذیت نشه، چون دیدین که تایم پرواز تایم شب بود و همه جا تاریک بود. این غذا هم گوشت بود، خوشمزه بود، بد نبود، ولی اینجا هم من باز اون دسرش و سالادش رو خیلی بیشتر دوست داشتم. من تو سفرم از کره جنوبی به ایران خیلی ویویی که از بیرون هواپیما داشتم خوب بود، ولی توی سفر برگشت که داشتم ولاگ ضبط میکردم میبینید فقط بال هواپیماست. این مسیر پرواز رو داره نشون میده از قطر تا کره جنوبی. همونطور که میبینید داریم به کره جنوبی نزدیک میشیم و این هم لحظه فرود اومدن هواپیما به خاک کره جنوبی. سرعت فیلم رو بالا نبردم، کاملا خواستم این قسمت رو طبیعی ببینید و واقعا از ته قلبم میخوام شمایی که دارید این ویدیو رو میبینین یه روز این صحنه نشستن هواپیما به خاک کره جنوبی رو خودتون شاهدش باشید از نزدیک، نه اینکه فقط از پشت صفحه گوشی و اینستا و یوتیوب و اینا ببینید. این دومین پرواز من به کره جنوبی بود. دفعه اول که کلا برای مهاجرت تحصیلی اومده بودم، یه ماه بعد 2 سال یه ماه برگشتم ایران، خانواده رو دیدم، مسافرتی رفتم و این بار دوباره موقع اومدم به کره جنوبی این ولاگ رو ضبط کردم. دفعه اول خودم هم نمیدونستم باید کجا برم چی کار کنم، واسه همینم نمیدونستم چجوری باید فیلم ضبط کنم ولی برای دفعه دوم چون یک بار این مسیر رو رفته بودم میدونستم که کجاها رو باید برای شما فیلم بگیرم. اینجا که دیگه از هواپیمای کره همون مسیر هست، هواپیما پیاده میشیم و اینجا یه سری قسمت ها هست که حالا کره ایش نوشته چیمچندینگوت، جایی هست که شما برید بارت رو پیدا کنید. این تابلوها رو شما دنبال کنید هر جایی که نوشته و خیلی بچه نگرم ما تو فرودگاه چی کار کنیم، خیلی راحته. این تابلوهایی که نوشته چیمچندینگوت رو همینجوری برین. چقدر راه باید بریم. اینم حالت تبلیغاتی وارد کره شد. این تبلیغات و فرهنگ کره و همه چیز هست. یه سری تابلوهای دیگه هست برای پیدا کردن بار. رو این تابلوها نوشته که مثلا پرواز فلان و بره فلان ایستگاه بارش رو تحویل بگیره. خب منم با توجه پرواز اون جدول رو خوندم و دارم میرم اون پایین که بارم رو تحویل بگیرم. اون چمدون آبی خوشگله بود، اول ویدیو دیدین نگاه کن، اون تای سبزه نه، اون پشت سرش الان داره میاد، نگاه کن. آقا برو کنار بذار چمدون من معلوم شه. ببین اون اولین چمدونمه که داره میاد. 2 تا چمدون مرده بودم. الان دیگه چمدونا رو میگیرم میذارم روی این گاریا، اسمش چی بود یادم نمیاد، گاری دیگه. اینجا ما 2 تا خط صورتی و سبز داریم. خط سبز واسه یه اشخاصیه که میتونم بگم اولین بار وارد کره شدن یا اون ویزاشون پاسپورتشون مهر ورود به کره رو نخورده تا الان، باید از اون خط سبزه برن. این خط صورتیه واسه آدمای مثل من یا خود کره‌ای‌ها که کارت شناسایی داریم، ویزا داریم، اجازه زندگی کردن تو کشور رو داریم. خط صورتی رو دنبال میکنیم، از این درم رد بشیم دیگه تمومه، میشه Welcome to Korea. یه از فرودگاه اومدم بیرون، تاکسی رو اینترنتی گرفتم، یه چیز مثل اسنپ گرفتن، کار سختی نیست تاکسی اینترنتی رو کره گرفتن، ولی واسه بچه که اول میان سخته گرفتنش خورده. من دیگه آشنا بودم با مراحلش. اینم آجوشی کیسانیم هست، آجوشی کیسانیم راننده محترم هست که اومد دنبالم
و میریم به سمت خونه. الان من 2 تا خونه دارم، میرم ایرانم میگم وای رستم خونه، میام کره میگم واقعا نشستم خونه. اینجا داره مثلا ازم عذرخواهی میکنه، داره توضیح میده که چرا دیر رسید، چون یه خورده دیر مسیر اشتباه رفت، اصلا یه طرف دیگه اومد، یا خیلی هم نه 1-2 دقیقه دیر رسیده بود. خب من جابجا بشم، ببینید قشنگ فضای بیرون رو. خب ما فعلا تو یوتیوب رسیدیم به کره جنوبی. به هم بگین که دوست دارین چه ولاگ هایی برای شما تو یوتیوب آپلود کنم، حتما تو کامنت ها برام بنویسین. اینم که میبینید آسمون همیشه زیبا و خوش رنگ کره جنوبی هست. لایک، کامنت و همه این چیزایی که همه میگن تو یوتیوب یادتون نره. انیان.